سلام دوستان، خوش اومدید به یه دونه ویدیو من. بعد کانال یوتیوب کارشونه که ترسن که کوتاه میذارن. من الان بگم اسم این کانال دار که تو کامنت ها می نویسم براتون که اگه مشکلی پیش اومد ببینید. من اومدم ریاکت بزنم، خاطر ریاکت زدم ولی برید. افتاده بودم و دنبال یه شغل میگشتم تا رو پای خودم بایستم. راستش از اونی که فکرشو میکردم خیلی سخت تر بود. تازه من یه دانشجوی انصرافی بودم و میدونستم شغل درستی گیرم نمیاد، اما تونستم توی پمپ بنزین کار پیدا کنم. جای خیلی پرت و دور افتاده‌ای بود. خب قبل تو کندی عزیزم، تبریک و باز هم تبریک. کدوم خری میره تو همچین دور افتاده‌ای کار کن، اصلا ماشین اونجا رد میشه. نزدیکترین شهر 30 کیلومتر ازش فاصله داشت. صاحبش آدم ساکت، یعنی اگه طرف سکته میکرد مثلا صاحبش مثلا یه ساعتی رو راه بودن یارو میمرد. بود و سرش به کار خودش بود. خود پمپ بنزین هم آشغال بود و حقوق ناچیزی داشت. خب مگه مرض داشتی رفتی کارگیر نمی اومد؟ یه تو دیگه میگشتی گیر میومد، میفتی از این شهر دیگه. 15 آگوست صاحب پمپ رفت و من اونجا شیفت شب وایسادم. ترسیده بودم. جای ساکتی بود، البته نه از اون ساکتای آرامش بخش، بلکه مثل فیلمای ترسناک مه غلیظی جاده رو پوشونده بود و هیچ ماشینی به چشم نمیخورد. میخواستم پمپو تعطیل کنم که یه پیرمرد وارد مغازه شد. یکم تعجب کردم، البته نه به خاطر اینکه اون وقت شب اومده بود، بلکه چون دیدم هیچ ماشینی تو پارک. خب الان خودت داری میگی، یا مثلا میگم اومده پول بنزین رو حساب کنم، ماشین نگاه کنم چیزی نیست. یا دو تا حالت داره، یا بخواد خفت کنه یا ماورا طبیعت و یارو اومده بالا سرت که بازم خفت کنه. در دوست حالت خفت میشی، مقاومت نکن. کینگ نیست. امکان نداشت 30 کیلومتر پیاده اومده باشه. ناگهان یادم افتاد یه خونه متروکه روبروی پمپه. گفتم شاید مجبور شده اونجا بمونه و اومده یکم آبجو بخره. خلاصه بهش گفتم که پمپ بنزین یکم دیگه بسته میشه، ولی اون بدون حرف ایستاده و به پاکتای سیگار پشت سرم خیره شده بود. تعجب کردم چون به نظرم پیرمرد با شخصیتی میومد و توقع نداشتم تو این سن و سال سیگار بکشه. ازش پرسیدم سیگار میخواید؟ گفت بله. این تنها چیزی بود که اون شب گفت. پرسیدم چیز دیگه؟ خب میخواد دیگه، من نمیدونم کجاش ترسم که، ولی بازم میخواد. دیگه نمیخواید؟ پاکت رو تو دستش گرفت، سرش رو تکون داد و به جای اینکه پول سیگار رو حساب کنه آروم رفت سمت در خروجی. بهش گفتم خب اینجا من تصمیم میگیری که طرف با نهایت قدرت در پلیس. آقا پس پول سیگارا چی؟ ولی اون بی اهمیت در رو باز کرد و رفت بیرون. اینجا یه دونه میپردی کمرش، یه دونه سوپر کیک تو صورتش میزدی، یارو خودش پولو در میآورد. منم دنبالش رفتم، اما تا خواستم پامو بیرون بذارم یهو تموم بدنم یخ کرد. پیرمرد آروم رفت سمت خیابون، ولی من دیگه دنبالش نرفتم چون یه ماشین داشت میومد سمتش. یه بار دیگه داد زدم آقا آقا، اما اون خیلی آهسته به راه رفتن وسط جاده ادامه داد. بعد ایستاد، چرخید سمتم و به هم نگاه کرد. ماشین داشت بهش نزدیکتر میشد. بعد آروم با دست اشاره کرد که برم پیشش. من فرصتی برای واکنش دادن نداشتم چون چند ثانیه بعد ماشین زد بهش و از روش رد شد. وقتی چشمامو باز کردم توقع داشتم با جنازه پیرمرد روبرو بشم، اما هیچ کس اونجا نبود. حتی ماشینی هم از دور به چشم نمیخورد. تنها چیزی که مونده بود یه بسته سیگار کف خیابون بود.
میخواستم به پلیس خبر بدم ولی من چی بگم؟ من میخواست به پلیس خبر بده ولی نتونسته به دلیل مزخرفی. یادم که ماشین زیرش کرده، انگار نه انگار اصلا نیستش. تا همچین حالتی من بودم در مقدر میبستم زنگ میزدم میگفتم گم شو بیرون مغازه خودت، مردی بیشور من تنها گذاشتی. فرداش باهاش همین الان نه الان دیگه فردا باهاش این چی تصویر حساب میکردم میرفتم. دونستم که کسی داستانمو باور ولی تو چی کار میکنی؟ از برو. نمیکنه. بنابراین خودم رو جمع و جور کردم، پمپو بستم و سریع برگشتم خونه. اون شب با چراغ روشن خوابیدم. نصف شب ساعت 12 بود که بهم زنگ زدن. صاحب پمپ بنزین فوت کرده بود. واقعا ناراحت شدم. همیشه با من مهربون بود، اما بعد چیز باور نکردنی شنیدم. بهم گفتن با ماشینش تصادف کرده. گویا یه آدمی تو جاده اومده جلوی ماشینش و اونم پیچیده و افتاده تو دره. پمپ بنزین رسید به پسرش و اونم اونجا رو تعطیل کرد. یه روز اومد پیشم و آفرین به پسرش آفرین تعطیل کرده. واقعا باید متاسفم. چرا تعطیل کردی؟ تو شرایط بد اقتصادی؟ ازم پرسید چیزی راجع به فوت پدرش میدونم یا نه. من فقط سرمو تکون دادم و رفتم. میدونستم هرگز حرفمو باور نمیکنه. در نهایت رفتم نیویورک و کالجمو دوباره ادامه دادم. الان یه روان درمان هستم و هر روز به صحبت‌ها و درد و دلای مریضام گوش میدم. میدونید من خودم تا حالا با هیچ کس در مورد اون اتفاق حرف نزدم، اما تصمیم گرفتم بفرستمش تا همه متوجه این موضوع بشن که مرده ها زنده هستند، فقط دیگه مثل ما جسمی ندارن. و تو ای پیر مرد، خدا نگهدار. امیدوارم بالاخره لامصب چه لبخند زیبایی داری. شب خوابم نمیره. چی میگی؟ من یه خوابم نمیره. من راحبه دورم دیدم. خب دیده باشی یا منطقی بود. سیگار تو گرفته باشی. این داستان دومشه، مرگ زیبا. میبینیم خدافظ پیرمرد که اصلا زیبا بود تایتلش. یه روز دوستم آستین ازم پرسید برندون، به نظرت زیباترین چیز توی این دنیا چیه؟ یکم چشای تو، چشاتو دیدی؟ همچین دوستی داشتم میمردم. خود این چشی آقا؟ یعنی چه چشی آقا؟ فکر کردم و جواب دادم ها خب گلا، طبیعت، یا شایدم زنا. بعد آستین با بی احساسی گفت زیباترین چیز تو دنیا دیدن آدماییه که در حال مرگن، وقتی عاجزانه ازت کمک میخوان. هیچ کس تو دنیا به اندازه کسی که داره برای زنده موندن دست و پا میزنه جذاب نیست، مگه نه برندون؟ یعنی وقتی مرگ و جلوی چشماشون میبینن حاضرن هر چی دارن و واسه جونشون بدن. پرهیجان ترین لحظه تو تمام زندگیشونه. اگه با مرگ روبرو نشن همچنین لحظه هیجان انگیزی رو از دست میدن و این دوستته؟ بهش بگو دیگه نمیخوام دوستم باشی. ناموسن. واقعا ناراحتم میکنه. برای همین تک تک آدمو باید کشته بشن. از نگاه ترس گم شو مردی که روانگیریش روانفیتیش همون. نگاه هیجان زدش جا خورده بودم. Erfrischt den Tag auf die milde. حداقل تبلیغاش شما نبینید دیگه. چون من یه ذره دادم به عقب‌تر، حالا یه چیز شد
فرق نمیکنه چه تبلیغ الان نبید شما. از نگاه ترسناک و هیجان زدش جا خورده بودم. واو. آره، اون اصلا شوخی نمی کرد. واسه همین جو رو عوض کردم. دوست من همچین چیزی جلوم بگه یه سوپرکیک میمونش میکنم، فرار میکنم. اینو اسکولا بس عوض کردم. اینو میگه که بگم میخوام مثلا بکشم این گلا آبی هن، آیا هوا بارون میآید، آیا بیشور، خیلی بیشوری. به زور لبخند زدم و گفتم چه تفکر باحال و جالبی. پس یعنی میگی خودتم باید به قتل برسی؟ آره؟ به هم خیره شد و جواب داد نه، من باید تا آخرش زنده بمونم. کی؟ شرف بیناموس جو پسگری بود. تخم. ادامه ویدیو. من باید همشون رو بکشم. و بعد گفت برندون بیا با هم انسانیت رو نجات بدیم. با هم زندگی پوچشون رو تموم میکنیم تا بفهمن ارزش نفس کشیدن. بیناموس دلقک. بیناموس دلقک. ما ارزش انسانیت رو به رخ میکشیم. 2-3 نفرم زجر بشنو. چیه؟ و تنها راهش اینه که اونا رو بکشیم. به هر حال که قراره بمیرن. حالا یکم با هیجان تر. داشتم از ترس میمردم. میخواستم بگم نه، ولی وقتی جنون توی نگاهش رو دیدم دیگه جرأت این کار رو نکردم. اگه بهش میگفتم نه قطعا منو میکشت. چند روز بعد یه ویدیو به هم نشون داد. تو دوستشی؟ اگه دوستشی که به تبریک میگم. نفر اول تو شروع میکنم. بیا اینجا رو ببین. یه شاهکار دیگه پدید آوردم. توی ویدیو یه آدم وارونه آویزون شده بود. پایینش یه بشکه بزرگ پر از آب بود و روش نوشته شده بود اسید هیدروکلوریک. پسر داشت فریاد میزد و کمک میخواست. آستین گفت چشماشو ببین. تا حالا همچین نگاه عاجزانه این رو دیده بودی؟ این روزا مردم نگاهشون خیلی بیروحه. انگار حوصله زندگی نه فقط تو دیدی. ندارن، ولی در اصل چشمای همشون مثل این میدرخشه. خیلی قشنگه، مگه نه؟ قشنگ نیست؟ بگو دیگه. با ذوق فریاد میزد. انگار به یه پیروزی بزرگ رسیده بود. داشتم از ترس میلرزیدم. ویدیو رو پیروزیش نیست آدم بکشه به شرف خودش. دوباره و دوباره پلی میکرد. اون آدم در نهایت افتاد توی بشکه اسید. آستین با خوشحالی فریاد زد کارم واقعا حرف نداره. همون شب رفتم خونمونو به پلیس زنگ زدم. دستگیرش کردن و از زندان برام یه نامه فرستاد. برندون، به خاطر تو برنامه‌ام واسه نجات دنیا به هم ریخت. حالا بشین و تماشا کن که این دنیا چجوری به جهنم تبدیل میشه. خیلی زود به اشتباهت پی میبری، مگه اینکه به خودت بیای و به جای من برنامه‌مو عملی کنی. اینجوری دنیا ناشو بنده دور. بشاشو بنده دور. بشاشروش بنده دور. هم نجات پیدا میکنه. هر کی چشماش بیروح و پوچ بود بکش و نشاطو به دنیا برگردون. گم شو. تا ویدیو دیگه. خداحافظ.